ریتم رو کار کنیم. درود، مانیار محمدی هستم. خوش آمدید به این قسمت فیلم آموزشی ساز دف. قبل از اینکه بخوام توضیحات این ریتم رو خدمتتون عرض کنم، میخوام این ریتم رو بگم، با من تکرار کنید، سعی کنید که حفظش کنید. تام چپ بک تام چپ تام چپ بک چپ بک تام چپ تام چپ بک تام چپ تام چپ بک چپ بک تام چپ تام چپ بک تام چپ تام چپ بک چپ بک تام چپ. شماره شما در ریتم 6 8 به این شکله: 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 که به ازای هر چنگ یک عدد در نظر میگیریم، سیاه دو تا عدد، و اگر دولاچنگ داشته باشیم چون دولاچنگ نصف چنگه به ازای اولین دولاچنگ عدد در نظر میگیریم و دولاچنگ بعدی رو با حرف او یا و در نظر میگیریم. این ریتم از دو میزان تشکیل شده. میزان اول ضرب اول یک سیاه و یک چنگ داریم که به ازای سیاه دو تا عدد در نظر میگیریم یعنی 1 و 2 و به ازای چنگ یه عدد در نظر میگیریم یعنی 3. ضرب دوم میزان اول از 3 تا چنگ تشکیل شده که به ترتیب به ازای هر چنگ یک عدد در نظر میگیریم یعنی 4 5 6. ضرب اول میزان دوم از 2 تا دولاچنگ و 2 تا چنگ تشکیل شده که به ازای اولین دولاچنگ عدد 1 رو در نظر میگیریم و دولاچنگ بعدی حرف او یا و رو در نظر میگیریم و 2 تا چنگ بعدی به ترتیب 2 و 3. ضرب دوم میزان دوم از 3 تا چنگ تشکیل شده که به ازای هر چنگ یک عدد در نظر میگیریم یعنی به ترتیب 4 5 6. شماره شما به این شکل بود: 1 2 3 4 5 6. چون دولاچنگ داریم میتونیم قسمت دوم یعنی در واقع میزان دوم رو به این شکل بگیم: 1 و 2 3 4 5 6. پس به این شکل: 1 2 3 4 5 6 1 و 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 و 2 3 4 5 6. تام چپ بک تام چپ تام چپ بک چپ بک تام چپ تام چپ بک تام چپ تام چپ بک چپ بک تام چپ. اجرا میکنم. کم کم سرعت رو میبریم بالاتر. تام چپ بک تام چپ تام چپ بک چپ بک تام چپ تام چپ بک تام چپ تام چپ بک چپ بک تام چپ. اجرا میکنم. با سرعت بالاتر. تام چپ بک تام چپ تام چپ بک چپ بک تام چپ تام چپ بک تام چپ تام چپ بک چپ بک تام چپ. اجرا میکنم. با سرعت بالاتر. تام چپ بک تام چپ تام چپ بک چپ بک تام چپ تام چپ بک تام چپ تام چپ بک چپ بک تام چپ. اجرا میکنم. سرعت بالاتر. امیدوارم که از این پست لذت برده باشید. برای دوستان علاقه‌مند بفرستید.